خب اینو تصور کنین، من تو حیات پشتیم، آفتاب میتابه، دمم داره تکون میخوره، آماده برای یه ماجراجویی سگی خفن. میدونین چی میگم دیگه، درسته؟ اون لحظه ای که اسباب بازی مورد علاقتون رو میبینین که صدا میده و یهو همه دنیا براتون آهسته میشه. امروز فقط یه بازی ساده نیست. اوه نه، این یه بازی تمامیاره. اول زمین رو بررسی میکنم، همه گوشه ها رو بو میکشم فقط برای اینکه ببینم سنجاب شیطونی قایم نشده باشه. بعد تعقیب و گریز شروع میشه. میپرم چپ، میپرم راست، پنجه هام به زمین میکوبن، قلبم تن میزنه. اسباب بازی تو هوا پرواز میکنه و بوم، وسط پریدن گرفتمش. نمیخوام پس بدم، ولی من اساساً یه ابرقهرمان سکسانم. اما بهترین قسمتش چیه؟ هیچ وقت فقط در مورد اسباب بازی نیست. در مورد اون حس وحشی و بامزه‌ایه که وقتی با تمام سرعت میدوید، گوشاتون تکون میخورن، زبونتون بیرونه و آدمتون تشویقتون میکنه، بهتون دست میده. بعضی وقتا حتی یه حرکت چرخشی هم اضافه میکنم، فقط برای اینکه بازی رو هیجان انگیز نگه دارم. و راستش رو بخواین تا چند تا خنده بگیرم. هر بازی یه ماجراجویی جدیده. یه دقیقه دارم از کنار مجسمه های باغ فرار میکنم. دقیقه بعد دارم یه مأموریت رو رهبری میکنم تا توپ تنیس گم شده رو از زیر بوته نجات بدم. و وقتی همه چیز تموم میشه، خسته و نفس زنان یه گوشه ولو میشم و خواب ماجراجویی بزرگ بعدیام رو میبینم. پس دفعه بعد که دیدین سگتون آماده بازیه، یادتون باشه برای ما سگ‌ها هر بازی بهترین بازی دنیاست. بذارید ماجراجویی شروع بشه.